most recent visit there. We're enabling the dedicated Iraqi security forces. وزیر براوانی امریکا سبارت داخواست نکرنا کردان بو کمبونا برفرا هفپیمانان کو دهی ل امریکا هات بو انجامدان و دانستاندن شر داعش کرین راگهاند. هزین کردی رولک سر راکش ل شر ل دجی رخراو تیروسیا داعش دا هبویه او کرد خوب بچک گرنگ هفپیمانی دزانن آشتون کارتر وزیر در براوانی امریکا د کنگره که روزنامه‌وانی هفپشک دا د گل جنرال جوزف ووتل فرمانده ناوندی امریکا د برسوا بسیاران حاضر بونا بر پرسن هرما کردستانه د کنگره ل دجی داعش دا کو کردان رولک سرکی دوی شر دا هبویا کارتر گود هزین کردی رولک سر راکش د شر ل دجی تیروریستن داعش دا هبویا و پشکداریه که بهز کریه و هر لدوروی بابتی کارتر دیار کرد دوید پیوندین درافبرا حیدر عبادی و سرکرداتی هرمی گرنگیه که تایبت هبید آرواسا وزیر براوانی امریکا او چندجی دیار کرد که دیگل سرکرداتی عراق و هرمی آخفتیه داکو به یک دست لدجی تیروره و داعشان دا شری انجام بدن هفپیمانی نفدالتی کوپتر ج پینجی ولاتین جهانه به سروکاتی امریکا پشکداری شر لدجی تیروریستن داعشان ولی 2 سالن بوریدا به دهان آواهی داعش بمباران کرینه و پشتوانیه که زورا هزین پشمرگی و سپاه عراق و شروانان کرینه و در ریا راهنان پیکرنه و دابینکنا پیتوین سربازی هاریکاری وان هزان کرینه و هر واسا کارتر تأکید کرد که نبتن امریکا بلکو چندین ولاتن دی پشتوانیا هزین پشمرگی کرینه و جلای خووجی ما حیوانه هاریکاری پیشکش کرینه و دید بردام بین و ناف بدی گود که اوت بر هفن همی تشتان جبه بکن به شوه که حکمت عراقی و هرما کردستان ایک دست بن و چاره سریا کشه نافخوین خوب بکن هرما کردستان هر جهی و 8 سال 2014 به درجه زیادتر جه 8000 کیلومتران لی چندین محور جدا جه پارزگاه نینو کرکوک و دیالا و دورندی لی شر بردام داره لی دجی رخراواتی روسیا داشت و هزین پشمرگی لی دم 2 سالن بوریدا به دهان دورن گرنگ و استراتیجی لی بندشتن داعش دا اینای ندر و هجمارک زورا تیروستانجی کشتینن